Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Shahzo'rov jam. Alaykum salom. Xush omaded. Xushvaqt bo'lsangiz. ما محکمه قرار داریم همون جوه اوراقونی در آدم نمیماند. خیلی باید کردیم جاجی در آدمش نیست. هم بیرون در اون بروم نخور میگوید. روز کار در آوردن یکان گناه نمیشد. بسیار فرصت خوب است. یک آدم وزن میپرتاد، یک خوب میشه، 10 روز هم روحانی و جسمانی و همه طرفه یک آب و تاب میابید. انشالله با برآمدید بعد عید میخورید انشالله. این خرمای آبی زمزم شفا و سقم و پیش آدما سبحان الله سالای 97 اولین مثلا 91 از کنی بودم آدما حج آمدن. سال 91 از تاجیکستان اومد. از تاجیکستان واقعا در زمان شوروی حج ممنوع بود. از 15 ریسپوبلیک 14 کگبی ها حج می رفتن. دیگه آدما نمی رفت در زمان شوروی. سال 91 اولین هواپیما رفت. همین آبی زمزمی که ماها آورده باشن شاید 5 لیتر آوردن. به یک حوض آب پرتافته به مردم آبی آمیخته میدادن. بیچاره مردم 1 ساعت راست ایستاده الله مایم همونجا ها رساند گفته دعا کرده آبی زمزم میخوردن. حالی شما در همین داخل حرم در یک شبانه روز 5 لیتر آبی زمزم نوشیدن. از زمزم و شفاء و سقم طعام و طعم و شفاء و سقم. زمزم طعامی گرسنه شفای بیمار است گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. طعامی گرسنه زمزم قوتی دارد که قوتی طعام میدهد. طعام گفتن آب زمزم آب است مایع است لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم طعام گفتن. از زمزم و طعام و طعم و شفاء و سقم. زمزم طعام گرسنه و شفای بیمار است گفتن. بنابراین بسیار زمزم نوشیدن خرماها در حرم بی پول پر با انشالله میشد. برادران من با بیکم میدارن بروس هم میدارن نوشی جان باشد. نه برویتان حرکت کرده کسی اعتکاف نشسته است برو آمده خرید نکنید. یا اون کس آورد نه آورد آب و خرما بسیار فایده میکنید انشالله. با یک بار خاطر رفتن کنید که بعضی برادران جا میگن که همش تریتوری حرام میگن نه در اعتکاف همون دری مسجد برو آمدید یک قدم اعتکافتون باطل میشد برادران. روی صحنه حرام اعتکاف حساب نمیشد. صحنه حرام بله مثلا آشیانه تهخانه آشیانه 1 2 3 4 بالی سطح همینا حرام است. همین مسجد داره که رو صحنه مسجد در اعتکاف معتبر نیست. کسی هم دری مسجد یک قدم بی عذر برایت اعتکافش باطل میشد. یعنی بنیتی طهارت یا اینکه حاجت خانه رفتن باشد چه؟ طهارت این حتمی برای نماز فرض طهارت ضرور است. مثلا در حرم برای طهارت دستور امکانیت پیدا کرده است. یعنی در عمده دستور میشد آوش میبرود. برای قضای حاجت نیست جو مسجد است. برای قضای حاجت مجبور است. یعنی کمتر یعنی به نظر میگیرید یک برآمدگیتون که یک بار طهارت کرده میبینید. بیهوده نیست. قضای حاجتان جو مشکل در آن بودن شما مشکلش بود که چقدر وقت بسیار میگیره. محکم میکنن دیگه جو چقدر وقت میده کمتر. بله فقط برای قضای حاجت اجازت است آدم معتکف برآمدنش. حالا این لذتی که 10 شبانه روز گرسنه خواب به سیر نه جای قاق جای خنوک جاها کانسنر بلند موندگی همین عذاباش حالی عیادتان میبرد راحتاش در خاطرتان میموند. راحتای معنویش انشاءالله خوب نیت کنید برادرایی که در مکه هستید. فرصتی که شما دارید هیچ کس ندارد. بی پروایی کرده در کوچه ها نگردید. طعام خوری و چغزنی کرده طایف روی و خب در داخل حرم شینید.